کنید دوستان. یه نکته که در مورد بستن نخها باید توجه کنید، نخها رو برای هر بوته روی هر گره باید یه نیم دور بپیچونید تا بوته هم شکل خودش رو حفظ کنه و هم این که بعدا مشکلی پیش نیاد. و این نخ پیچی رو دقت کنید، این دوستان کاملا اشتباهه. یه بند اینجا بند داده شده، یه بندم اینجا. بوته وقتی بزرگ بشه این قسمتش فشار میاد و از همینجا میشکنه. پس اینو باید بازش کنیم و دوباره نخ پیچیشو انجام بدیم. این یه نخ پیچی اصولی به بوته هم آسیب وارد نشه.